های گایز، به چنل یوتیوب ما خوش اومدید. من مسعودم، بچه خود کاشان، همون کاشون خودمون. اومدم بهترین فصل ورود به این شهر رو براتون بگم. وقتی که میخوایم بیاین کاشان برای آخر هفته یه حال هوایی عوض کنید، به نظر من پاییز و بهاره. بهار برای گلابگیری، پاییز برای آب و هوای خوبش. پس همراه من باشید، از این ورودی وارد کاشان میشیم. پس بریم بگردیم با هم. تا اینجای ویدیو که اومدین لایک با سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله رو برای ما طلایی کنین تا بیشتر از فیلم و ویدیوهای ما به شما عزیزان نشون بده. خب اینجایی که الان می‌بینید میدان کمال ارمغان کاشانه که از 4 جهتش به 4 جای تاریخی متصل میشه. پس هر جا کاشان رو گم کردین خودتون رو میدان کمال ارمغان برسونید. همه میگن کاشان ارزش دیدن داره یا نداره. من اومدم داخل 6 تا ویدیو کاشان رو به شما معرفی کردم، جاهای دیدنیشو ببینین، رستوران ها، هاستل ها و هتل هایی که داره میتونید رزرو کنید از داخل وبسایت ها، مقبره سهراب، خانه قدیمی سهراب و همه هیستوریکالی که شما نیاز دارین برای یه سفر جذاب و گمراه نشید داخل کاشان رو براتون تهیه کردم. پس به ما انرژی بدید.